آموی تاریخی اقتصاد می سازد. پشت په بزرگترین کانال آبی در افغانستان. این کانال که از ولسوالی کلدار ولایت بلخ آغاز پس از عبور از دشت‌های حیرتان و ولسوالی‌های دولت آباد، بلخ و آقچه جوزجان و ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب پایان می‌یابد. هدف از احداث این کانال بزرگ آبی فراهمسازی زمینه آبیاری برای 580,000 هکتار زمین‌ها و دشت‌هایی است که در طول سالیان متمادی از کشت و حاصلدهی باز مانده‌اند. کانال قشت په این پروژه بزرگ ملی در یک ثانیه توانایی انتقال 668.4 متر مکعب آب را خواهد داشت که با احداث آن دشت‌های خشک و بیابان‌های بی‌حاصل به سرسبزی و شگوفایی برخواهند گشت. کانال قشت په 285 کیلومتر طول دارد که عرض بالایی کانال 152 متر و عرض کف کانال 85 متر می باشد. ارتفاع آب در این کانال 6.5 متر است. میعاد پروژه برای 43 کیلومتر کانال 1 سال و برای متبقی 242 کیلومتر کانال 5 سال در نظر گرفته شده است. طول مکمل کانال 285 کیلومتر می باشد که به 3 فاز تقسیم گردیده است. فاز اول طول فاز اول 108 کیلومتر که از دریای آمو شروع الی ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ پایان می‌یابد. فاز دوم طول فاز دوم 177 کیلومتر که از ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ شروع و از ولسوالی آقچه ولایت جوزجان گذشته الی ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب پایان می‌یابد. فاز سوم فاز سوم بخش توزیع زمین‌های زراعتی می باشد. وطن